یا مرده که لیلابادی ساعتی ممکن همه 10-11 همی 11 تومن اخوجان دوشنبه اومد است ماشین خطی یکی چراغاش میموره وای نو شوفیر نمیدونه چی کار کنه ایسوس نگاه میکنه که یک همین ماشین کفا یا ماشین چراغاش گیران اومده است انا میگه یک ماشین اومد کفاش میشنم در ماشین میشینه تیار میسته ماشین میگذاره کفای میره یک اون ماشین میسته اینم ایستاده او یکا اون ماشین تگیر ما گذاریم او یکا کجا میگذاریم ما حولیم بر رسیدم ملکه شما کفای من کجا میرید یک کسی که دیگه شود یک مستفید دیگه بیا نه خیر رفتشین ولی اکی بختیار بیا بگاب زن بعد یک مستفید دیگه همین گوشه گو میکنه پریشان خاطیر ایسوس همین سرش ویران بعد در اونی ترالیبوس با میشیند لبای اکی بختیار رو میگی او جهازی میبیر رفتشین جان تسد ما تکی بلا بنما بعد پریشان خاطیر در اونی ترالیبوس انا اومد بیا جورا جان بیا زیبی مجلسم یک قرصه برای این بچه دو بار میبرم و نامه نکنیم السلام علیکم شما نغزین تینجین سلامتون نغزه نامو چیه؟ صنوبر دختری؟ ها ما با بچه کده برای چکا فتا گشتیم این نکو قندوت انم خیگرد یگون بچه تو با لیز نمیکرد اگر کلام شوی کو اون من دور میگریزم فهمیدی یا؟ تو چه برای انگی بچه؟ переводчик یک کسی دیگه کی این بچه که شروع بیا سلام کنیم اینجا بیا خود جانوشه بیا اینجا السلام علیکم تاقا جان نغزین تیجه خوبی نام شما چی؟ نفه چی گفت؟ دقت نامتون چیه؟ نفه چی گفت؟ نامو چیه؟ صنوبر نامی بچه چیه؟ نام تا بگو نفه نامش چی بوده؟ افبر تو ای گجوی؟ ای دنغره خرسک دنغرگی نامش چی بوده ای بچه؟ نامش چیه؟ تو ای گجو آمدی؟ اخانه کندو این جوره ای منی از من چه شکلات میده پول میتیم هر دومو جوره این همسی فی مامو مازیش گوری خمایداش دو رفت همسی بوده ما قطی کی آمدی اخانه قطی کی خانه میری راو خاچوا مردمی دنگاره که دیگه میزنیم سنابره قطی کی آمدی کچوچم آتات کو اتم خونه ده دادنگره چند روزه آمدی 8 روزه یکنیم هفته ما تو میستیم جوره دایی دوشنبه 8 روز آمده آتاتا نغز ببینی و آچاتا اتمه آچاتا کندو تزن این لباسه کی خری اتم پولا کی دو اتم آتات کار میکنه ها دا گجو ده خونه آچات چی کار میکنه اتم کار میکنه آتات در خونه چی کار میکنه ده خونه کار میکنه چی کار میکنه کار چی کار کار میکنه چی کار اوقات میکنه چی با که قرصک نمیزنی تو شما برای واه خندوش ازنه سنابر جان آتش کار میکنه یعنی اوقات میکنه آچات چی کار میکنه میخره خندو تزن
تو آچه تنظ میبینی یا پولا؟ پولا. یک خرسه برای صنوبر بانو. خوش آمدید. یک گلدسته صنوبر بیا ایدنگر آمده اینجا بیا. هم بخ 84 گفت همین گل مهمان داده. آج جانو شما. با گل ایدن پس گیر بیا آج جانو شما. زنده باشه سلام باشه. تاغا جان سلام علیکم. چیکار شما نازمی تیزمی؟ این بخ 84 ببینید ای 7 ساله مخلص داره. شما کجا اومدید؟ ما ای خطلو زمین بستان زمین. شما مخصوص برای بخ آمدید می؟ کدام صورتش معقوله؟ آرام آرام بست کدام صورتش معقول؟ جنبان جنبان. جنبان جنبان زنده باشی. اگر بخ 84 بخ اینجا بیا برای قرصه که استقبال میگیریم. بخ مهمانو ای تمامی کنار جنوبی هم وادی ختلان و زرافشان و بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز اومدن. شما این بزم نوروزی بخ 84 بود و با نگفته نماند که ساعت 5 دویم سیانس سرودهای تر و تازه بخ همش مایلش. بعد اونی که گفتیم ساعت 5 با دویم سیانس میشه سرودهای نو میخونی. این مایله وای خیلی گل دخترای جوانو مایلش تاغوما ببینید اگه اومدن. پرسید کدام سرود معقول؟ پرسید ها یک دو سه جنبان معقولش ندیدم اونجا. جنبان الله که فهمیدید شما با یگان سرود دیگه شما میدونید شما تاغا جون شما چند ساله 58 نیکی دامرتون چینار هم نمونده گاب نیست صدقه سر اکای بخ 74 مخلص یکی از ما دیدیم این مخلص ما اونجا شناخته کردیم تا همه کنسرت هستن نام این مخلص علی پرسن فایزالیه همین تاکه فایزالی می فایزی علی واه یک از دو نام داره تمام کنسرت های بخ 84 است همین کسی خب زنده باشین سلامت باشین الهی برای یک قرطه برای مخلص دومی بخ 84 زنده باشین سلامت باشین تمام بیا سر میکنیم اکن بیا بیا ما مصلحت کردگی مردمی دنگره کردی سلامت باشی ولی آدم پس با برو خواهر جان ای جوره جان میگم خشه مرحمت جنبان و من یک صحبتی آزاد میشوه کدام ای گل دختران مخلص اشهدی بخ 84 شما یگون سرود چه میدونی بیا مرحمت دو مصرش کی میخونه سرودی بخ 84 کی ای بیاد اینجا بیاد بیاین دو تا دختر بیا با کی شما چی خواهر بیا لا یا بیا اینجا بیا خواهر این دیگه نه برو واه بیا ندا ها یه سلام نام شما رابیا بون نام شما دیلانگیز ایجاستو ما پیش رابیا استون بخیر تماشا کن جرا زور میبینم خود شما از کجا دیلانگیز دوشنبه شما از کجا وحدت سلامت باشین خوش اکشش نختی کی این کرد بخ 84 او سلامت باشین یکون سرودش معقول تو با کدام سرودش میدونی کی جنبان آخه این جمهوری یکون بالا داره می جمهوری چی معنی داره بیا و گوید می جنبانی چیه زمین رو زمانه چی رو می جنبانی زمین زمانه چی خیلی می جنبانی ای خیلی می جنبانی همین جنبان همین خیلی می کنی خان تو جنبان نگو دو بسرش خان جنبان جنبان خوش روچه جنبان قدی لرزانم مردم در هر دو چشمای شیرین آرامی جانم بناز میره یا ایستا من قدماتا آیستا تر با جمان کی نشکنی کبلو کتا یکی میرنگز جان استادر جمهوری که کبلوکه بو نشکنه مالش می شما یگان سر دیگر چه میدونید بخیر همین میدونید میخونیم گپ نیست مرام نه من نه مالش حاضر میخونه دیگه کبلوکه احتیاط کنید مالش می سلامت باشین ربی زنده باشین جنبان
рафтем марама саломат бошед.